bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Shu o'y tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان عزیز. امروز ما در اقصای عظیم برای تبریک کردن جشن میلاد مادر عزیز که حاجیانه هستند تبریک آمدیم به خانواده شادروان آتایار بابا که امروز مادر عزیز خاندان خالدار بیوی جشن زادروز دارند. از نام نبیره ها، از نام سردارکه و ساربانکه تبریک میگویم. این لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شما عزیزان به هم میبینیم. با ما باشد. ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم زنبانوان، مادران، پدران عزیز، مهمانان عالی قدر، همه شمایان را به امروز روز خرسندی میلاد حاجیانه و خانواده شادروان آتایار بابا خوش آمدید میگویم. برای ما صاحب جشن لازم هستند حاجیانه خالدار بیوی. برایشان یک قرصد میزنیم، به نظام تکلیف میکنیم. مرحبا حاجیانه. السلام علیکم حاجیانه، زادروز مبارک. اولاد خجسته را، میلاد عمر را، امروز روز شکرانه را برایتان مبارکباد میگویم. گذر جانان بودم حاجیانه. انامی کی آمدیم با شما تبریک کنید؟ از نامی میگوین از دانکش هم مغزش شیرین. نبیره های عزیز، از نام شهردکه، از نام سردار ساربان، از نام تمامی نبیره ها فرزندان شما را صدقاً صمیمانه تبریک میگویم. گفتن فرشته خاندان ما، گل بهشت خاندان، مادر عزیز و غمخوار، مادر نازنین، بیبی جان دعاگوی، آنا جانی بهترین ما
که هستی خود را، دعاهای خود را، نمازهای خود را برای ما میخوانند. شکر میگویم، برای هستیشان شکرانه میگویم. خدا کند که در سر ما سایبان شوند، دعاگوی سر ما فرزند و نبیره های خود باشند. خدا رحمت کند بابا جان عزیزم را که بر وقت از عالم چشم پوشیده، عمری بردوام و باقی ماندهشان را بهره بیبی جان ما تحفه کرده باشد. خداوندی کریم برای همین زنبانوی خاندان و فرشته خاندان ما رسانید. ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعد خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم هستم غلام مادر. مادر مرا بیزاده است، آغوش مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نام مادر. صرفی حیات من شد، صرفی نشاط من شد، صرفی نجات من شد هر صبح و شام مادر. امروز حاجانه بار دیگر شما را با امروز مولود خجسته صدقا تبریک میگویم. همیشه در سر فرزندان سایبان باشید. مادر چنین شخصیت است که برای یک فرزند را به دنیا آوردن، اگر یک استخوان آدم شکنه چقدر عذاب میکشد، تمام استخوان‌های عضو بدن شکنه چقدر عذاب باشد، آن عذاب را، آن مشقت را میکشد و فرزند را به دنیا میآورد و شب و روز خواب نکرده در سر گوهره فرزند نشسته الله‌های ناز میگوید. آن گلی دنیا را برای طعام‌ها بهر فرزند میبخشد. بزرگترین شخصیت ما شما هستید. مادر تو شعری بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماه نازنینی من، خدای در زمینی من. ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نه آید کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. فدای قدم های شما شویم، زیرا میگویم بهشت در زیر قدمان مادر است. هر آن جایی که قدم میگذارید بهشت است. و البته از نام فرزند و نبیره ها در روی دنیا هست ما کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. بار دیگر پیشکشی حاجیانه میکنیم. مرحمت، مولود مبارک. البته امروز روز شادیانه است. میخواستیم در این لحظه های خرسندی حاجیانه از نام فرزندان نیت های نیک را برای شما شنویم. مرحبا. عمل کجا؟ اونا جان قدر گپ زدید؟ گپ کم آدم داشتنا تیستیم من فرزندی کلامشون من گیت که خدا رو دقیق عمره اونا جان هم کدیم اونا با داده شود و یامی اونا با من گردم چه خدمت هایی که اگه باشم تازه را کم این بعدم خدمت کنم ویل کم شد من یک تا وی طرف وی کن ویدیو دید اپشتی یک تا اونا جان دید میوره چیوره آمای برا همسایه ما میدون شما میدون من به اکریتون رحمت میدون سلام مرتبه دا اینم زد شد بر خدمت که گشتی آقای بر اینم خدمت کنی این خدمت تو رو رسمی زحمت اینجا یوم میکنیم خلاش هست رضا رحمت تشکر. خلا هست خاله ها خواهران مرحمت. این سخنهای تبریکاتی را یک تا یک تا شنویم. فرزندانشان را باز تکلیف میکنیم. نبیره ها یک تا نیت های نیک را برای امروزه خداجانی عزیز میشنویم. دو دسته را تقدیم میکنم نبیره ها. مرحمت. دستمانه های زیبا برای حاجیان مبارک باشد.
آقای خشوی در جا پیش مهمان آورد. بعد از چند روزها همه دفتر تلفن ها آیا؟ ها شیرزاد ایوارا میشونی؟ ایوارا تلفن تبریک ایتیم من شیرزاد آدم شیرزاد کلام شد. شیرزاد کدی خلاص نمیتیم اینجا بیا خلاص السلام علیکم هم یکاتون خوش آمدید که خالی من در حالا میلین صد دارن چی ارزیکای داشتن ارزیکاشون در رسن انامی همی جیانکاشون انامی شکریلا هم یکاتونشون تبریک میکنیم شما میلین دو نیوریکشون همه خیلی کلون بیارن حضرکاشا بینن صد دارن میلین میمتا حضرای همه دیده گردیلین دسترکای ما ساق باشه دایمو نیوارا های حالی دوام شده کلون آوردم بکن همون روزادم ایلای خدمت کنه کردم حالی نیوارشون مرد ایوارا چیوارا هم هست لیکن حالی نیوارا های حضورش دیگشون نکن مرده جدی من یا نصیب میگن اینجا نباشیم همان خدا باشیم رحمت هزار رحمت حاجی آمد حاضر اما عبیره بودن تلفن توفا کردن عبیره خدا کند که صاحب جامعه داماتی شود و یک بیبی جان پیر شده تا که چمینه خشم در آمده هزار علیکا را خواندن برایشان نصیب کند مبارک باشد باز میخواستیم سخنها از مهمانان شنویم خیش و تبار همسایه ها یک تا دراز کنیم من برحمت خالدار کل علیم حضر دادرم وزیر فرزند نکشون و نیواروشون بینم السلام علیکم مهمونای مامدگی ها خوش آمده همه خاندان خوره ایلایم سر دادره خوده میشین یک چند طرفه خوده ما ایلایم سر دادرن حضوری فرزندکاشون بینن همیشه همتا ساق سلامت باشن سری فرزندکاشون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مهمان خوب ازمان خوب خوشی مبارک خیلی نکو همه یک کدام خوش آمده به دلجده بی همکار ما حتما به یک جا کار میکنیم در یک جا میگردیم الهی 100 ساله شدن حضوری فرزندکو هم حضوری کلمکو نیوریکا بینن الهی همه خونیکای نو در کوچه کلمکو بیارن حضوری فرزندکو نصیبه هم الهی هم در همه بچه اکاش حضوری فرزندکوش بینن دو تا بچه گشتن همه در کوچه کلمکو بیاره توی گناه نیوره توی اکاش در بیان برمیتن الهی هم 100 ساله شوه بعد از آن خیلی شوه الهی باید حتما عجب کار کنیم باز با دستتون آورده دادن توفه بهشت را که فرزند و نبیره و عبیره است مرحمت یک تبریک میکنیم اکنون همین تبریک میبون سر داره همه وقت سر مونده سلامت کرده کلینی کلامی خاندان مرحمت تبریک سر داره اولا السلام علیکم مهمانان از دور و نزدیک آمده خوش آمده تان به درگاه ما که امروز زادروزی ما در کلان ما خالدار بیبی شده ایستاده است از همه شمایان منتدار شده و همه شمایان عمری درازی صحت سلامتی خواهانه اولا بار به ما در کلان خودمان که خالدار بیبی عمری درازی پرمضمون صحت سلامتی و وقتی فرزندان و نیورهان ساخ سلامت گشته در تویهای ما رقص بازی ها کرده ماها را خرسند نموده خوشبختانه عمری درازی پرمضمون خواهانم از نام اهل عائله امان و اولادمان تبریک الها عمری دراز بده تبریک سر داده برای کلام خوش گفتن آن نفرانی که شرم کردن و تبریک کردن و رقص ها اثبات میکنن با باشد حاجیانه شما را همه را به رقص تکلیف میکنیم یک جای البته از نام اهل عائله از نام خیلی که گفته کلین دختر برای شما زمین و آسمان من توی مادر توی مادر جهانی بیکران من توی مادر در این دنیای بیرحمی و بیمهری است
بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر توی مادر. این دنیا که بعد از مادران یگان نیکی ندارد. شما نیکی ما هستید. بگذار هزار ساله ها در سری فرزندان دعاگوی باشد. اولادتان مبارک باشد. اکنون نوبت رو برقصیم. آن نفرانی که نرقصیدن یک جای میرقصند مرحمت. رحمت و شمارانم و مهمانای آمدگی‌هایم رحمت کلم. ما بسیار شاد هستیم که در همین روز در همین درگاه همه ایمان جمع شده ایم. هر سال همین خیلی جمع شدن نصیب شود ما. رحمت. خیلی بیرون فصل زمستان باشد هم هوای بهارانه هم بیرون برامده رقصیم نه؟ نسترش بهتر می شود یک جای می رقصیم خورسندی میکنیم. حاجیانه با راهبری شما بگذار علامخیل 18 سالگی شما ترک نسازد دعاگوی سری نبیره و بیره ها باشد. مرحمت صورت ها برای شما یم. چی
بیننده های عزیز، امروز ما در اقصای عظیم در خانواده حاجیانه مهمان شدیم. در این لحظه های خرسندی شادیانه در سالگشت عمرشان تبریک کردیم. این لحظه های شادیانه و خرسندی را همراه شما عزیزان با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان. حاجیانه 120 ساله شوید، بعد از آن پیری را بعد به عهده گیرید. مبارک باشد.